هفته خبر تو خبر داره براتون از نمایش ورشکسته 22 بهمن که قرار بود مشت محکمی باشه بر دهان دشمنان نظام، اما به فضاحتی تبدیل شد که نه گو و نه پرس. تجمع باشگوهشون این شد: مرگ بر آمریکا. ترامپ اینجا بیتنو دارر باید میسو. مرگ بر آمریکا. تی ناشره آسان بی تی گردن راسن کن بی. مرگ بر آمریکا. تی ریر داریار می تی لنگ اشکنم بی. مرگ بر آمریکا. شرکت خودجوش هم شد این، یعنی مجبور شدن دانش آموز از بندر وارد کنن تهران. دانش آموزای عزیز، راهپیمایی تهران خوش گذشت؟ بله. از بندر رفتین؟ بله. چند نفر بودین؟ 50 نفر. با مربی و 58 نفر. با مربی 58 نفر. مرسی، خداحافظ. و این هم گزارشی از یک هموطن که گوشه ای از راهپیمایی با شکوه 22 بهمن رو گزارش کرده. 22 بهمن سال 1395 دهه زجر. ببینید چقدر میلیبوس اتوبوس رد میشه اینجا، بالاجبار از روستاهای کنار اطراف اهواز جمع شدن برای دهه زجر خودشون برن که تو اصابر بگن جمع شروع شده. هیچی هم نرفته، اینا همش الکیه. ای دعاتا جمع میکنن با یه دونه ساندیس بهشون میدن. و حالا میریم سراغ یکی از اعضای پرشور امت همیشه در صحنه که از حضور فعالانه خودش در راهپیمایی هم فیلم گرفته. همه رو ول کنید، این کابوی ولایت مدار رو بچسبید که قراره با تریپ آمریکایی دشمنان نظام رو بترسونه. وای مامانم اینا. ایرانیان هستند، ایرانی هستند، نه آمریکا، نه انگلیس، نه اسرائیل هیچ غلطی نمی‌کنه. تا اینجا فقط تصویری رفتیم، حالا بریم ببینیم اصلا چی میگن، چجوری قراره از عمامه عظما دفاع کنن. من اومدم راهپیمای ترامپ بی ارز نامرد کثیف. مرگ بر اوباما، مرگ بر جان کری، مرگ بر ترامپ، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آل سعود بی ارزه، عرب بی ارزه. خب وقتی کوه ولایت موش میزاد و تق راهپیماییش اینطوری در میاد، اون وقتی که چاره‌ای براش نمیمونه جزی که بره در خونه کشورهای اروپایی موس کنه و اینجوری التماس کنه که یه چیزی کف دستش بذارن. اسلامی عصر امروز در دیدار آقای استفان لوفن نخست وزیر سوئد با اشاره به رفت و آمد و مذاکرات برخی دولت‌های اروپایی در تهران در طول 1.5 سال اخیر و در این حال عملی نشدن اغلب توافقات انجام گرفته خطاب به نخست وزیر سوئد گفتند: با شناختی که از جناب عالی وجود دارد، شما فردی اهل اقدام و عمل هستید و انتظار می رود به نحوی عمل کنید که توافقات صرفاً بر روی کاغذ باقی نماند. همه اینها نشون میده که عظما اساسی توی تله برجام گیر کرده و راه پس و پیش نداره. خب تو این وضعیت به پاسدارای آشولاشی مثل این پاسدار قاسمی باید حق داد که قاطی کنن و اینجوری به عربده کشی رو بیارن. انقلاب در هیچ دوره‌ای اینقدر خوار نشده بود و اینقدر وزرای بی‌خاصیت بی‌غیرت حکم بر ما نبودن براش که این وضعیتمون بشه. به کجا فریاد بزنیم؟ یکی نیست به این بگه جوش نزن بابا، به خودت داری شاخ میزنی تو. حالا همه این نگرانی ها یه طرف، نگرانی از تغییر دوران و تحولات پیش رو هم یه طرف. این پاسدار سبزعلی رضایی از اون موجوداتیه که همیشه زلزله‌های توی راه رو خوب تشخیص داده. میدونی چون یه آدم کاباره‌ای هم هست، یعنی اهل زد و خورده. اگه ببینی که یعنی بزن بهادر و دعوایی و لاتلوت منظورتونه. اگه بفهمه طرف مقابلش هم دست کمی از خودش نداره، خب این ترمز میزنه. ولی اگر این بفهمه که
اگه هارت و فورت بکنه موفق میشه و این موفقیت باعث تثبیتش در آمریکا میشه و مقبولیت 40% رو 60% میکنه، خب چرا برخورد نکنه؟ پس علامت غلط دادن و ضعف از داخل در بسیاری از مواقع باعث جنگ شده و معمولا کشتیگیرا دیدید که اون روند اول همدیگه رو یه تست میکنن دیگه. اگر طرف دید که میتونه زیر خم بگیره، خب تمام شده است، همون به قول معروف همون روند اول دوم کارو تمام میکنه. شیخ فری هم اون طرف بازار معرکه گرفته و از حالا داره برای دود دادن سیبیل عظما تو انتخابات سوخت جمع میکنه. اگر در جامعه مردم به هم اعتماد نداشته باشند و اگر مردم به حکومت اعتماد نداشته باشد و اگر رابطه درست بین مردم و حکومت و مردم نباشد و اگر سرمایه اجتماعی نباشد، به قول معروف سنگ روی سنگ بند میشه جامعه رو اداره کرد، میشه مردم احساس امنیت کنن، میشه مردم احساس آرامش کنن. گذشت دوره سنگ رو سنگ بند شدن، حالا دوره کله پا شدنه. بوفالوی نظام هم گوش وایستاده تا هر وقت شیخ فری دهن باز کرد بره براشو دولت اعتدالی رو حسابی کج و کوله کنه. بابا این دولت تدبیر و امیده. امید کی؟ امید بیدین ها؟ یعنی علما ناامید بشن؟ یعنی متدینین ناامید بشن؟ فقط امیدی که آوردید برای بیدین ها آوردید که با این مسببات اونها خوشحال بشن، اونها امیدوار بشن که اینجا یه پایگاه جفتک‌زنی عیاشی، فسق و فجور به هر جور میخوان باشه، باید اونا رو راضی کنیم. ما توی این آشفته بازار سهم بسیجی‌ها و طلبه های ولایت مدار چیزی جز گیجی نیست. ببینید طرف برای جواب دادن به یه سوال چه بالبالی میزنه. عملکرد انقلابمون رو بعد از 38 سال میتونید ارزیابی بکنید، ما موفق بودیم یا نبودیم؟ این ما خیلی جای بحث داره که ما رو به چه کسی بچسبونید. اگه به شخص بچسبونید خب بحثش فرق میکنه. اگر دیدگاه خودم میگم، این ما اگر به قول معروف دولت بچسبه یه دیدگاهی یه بحثی پیش میاد، اگر به من نوعی بچسبه یه بحث دیگه پیش میاد. ولی در کل روال انقلاب به نظر من پیشرفتش خیلی خوب بوده، یعنی اون فراگیر شدنش عالی بوده. فقط یه خورده این حالا بخوام سیاسیش بکنم قضیه رو، این احزابی که تو ایران وجود دارن یا به قول معروف این تفکرهای مختلف سیاسی که وجود داره، به نظر من بیاد زیر نظر تفکر حضرت آقا کار بکنه یا اون برنامه که ایشون میچینه کار بکنه، خیلی نتیجه بهتری میگیریم نسبت به این چیزی که الان هستیم. دلقک خمینی با یه مثال خیلی ساده نشون میده که آخوندها تا کجا بی جنبن و تا به چیزی میرسن چطوری یابو برشون میداره و خودشون رو گم میکنن. توی خریدم روزای اول هر کسی میدم کنار خیابون سوارش میادم، بعدم به کارم نمیرسم. من کارم نمیرسم. آره بیخیال شدم و گازش گرفتم رفتم. مدام قبلا که ماشین نداشتم رحم به مردم پررنگ بود. دلم نرم‌تر. حالا که ماشین دارم سنگدل شدم. گفتم بذاری ماشین بدم که دلمو نگه دارم. آخوند تانگه طبق معمول رخت خوابش رو پهن کرد رو پشت بوم خبر تو خبر و یه چشمه دیگه از منفوریت آخوندها در بین مردم رو کرد. میبینید مجالسی تو تهران، تو مشهد، تو اصفهان راه میفته، روایات معصومین میخونن، آیه قرآن میخونن، یک کلمه از تکلیف راجع به ولایت امروز بگید نمیگن. حتی به ماها پیشنهاد میکنن حاج آقا ما مجلس خودمون دعوتتون میکنیم به شرط دیگه از ولایت و امام و آقا و شهدا حرفی، همون مال امام حسین بگو، مال امیرالمومنین بگو، کار به کار ولی امروز نداشته باشه. این شیخ ابوالمشنگ هر بار میاد یک گرد و خاکی میکنه و یه ادا اطواری در میاره، اما ته خط میزنه تو کله خودش و عضوا. سریال بی پایان وحشت آخوندها از فضای مجازی همچنان ادامه داره و از هر طرف که میچرخن داد و هوارشون به هواست.
واقعا فضای مجازی همونطور که اصلا از اسمش هم پیداست یک فضای بی‌در و پیکریه که واقعا اگه کسی حواسش جمع نباشه غوطه‌ور میشه تو اتفاقاتی که نباید سر ازش در بیاره. فضای مجازی رو یه مثال خیلی خوبی بزرگی زده، مثل یک سیلابی میمونه که اگر در کنارش سد زده بشه، کنترل بشه، زهکشی بشه، مسیرش مشخص بشه، بسیار کارآمد خواهد بود و اگر اتفاق نیفته میتونه ویرانگر باشه. اینم سوتی یه بازیگر تو جشنواره فیلم زجر که هر کاری میکنه دیگه جمع و جور نمیشه. مملکت ما فیلمسازی خیلی سخته، خیلی مخصوصا طنز. خب در و محکم میبندی، اتحادیه درسازان و مسلمان میرن دم وزارت ارشاد تحسن میکنن، یه در و محکم بسه رو ما توهین کرده. تجربی نیست که در واقع دو تا بشه 4 تا، چه حکومت پهلوی چه الان چه حکومت آینده. این چیز نیست، یعنی در واقع با هر مدیری هر ارزان بزرگ تأثیر کنه، شما منعکس نکنید. باقری هستم از خبرگزاری بسیج. آقا من حکومت امام زمان رو گفتم حکومت بعدی. طلسم ولایت به قدری خرد و خاکی شیر شده و سیدعلی اون چنان سکه پول شده که حالا بزبز قندی باید بیاد و به شیوه ماسمالیزاسیون زور بزنه تا یه جوری ولایت مطلقه رو به عنوان دموکراتیک ترین سیستم حکومتی دنیا غالب کنه. ولایت مطلقه هم متاسفانه از چیزایی بود که بد فهمیده شد. ولایت چون کلمه مطلقه بود فکر کردن ولایت مطلقه فقیه همون مطلقه تو علوم سیاسی غربه که میگه حکومت مطلقه فردی. این مطلقه اصلا اون مطلقه نیست. به این معنا ولایت فقیه حکومت دینی کاملا مشروطه است. به این معنا هر حکومت مطلقه استبدادیه، دیکتاتوریه، به زبان دین طاغوته، نامشروعه، حکومت حرامه. این مطلقه که امام میگه ولایت مطلقه غیر از این مطلقه که پسوند حکومت مطلقه. ولایت مطلقه فقیه اصلا ربطی به حکومت مطلقه فردی نداره. ولایت مطلقه فقیه حکومت مشروطه دینی است. این مطلقه مشروطه است. بازم تیویریش و بازم سوتیریش. وقتی کار به جاهای باریک میکشه و کفگیر ولایت ته دیگ میخوره، اون وقت یه چنین چیزایی بیرون میزنه. شما رادیو تلویزیون رو نگاه میکنی، تلویزیون ملی ایران رو باز میکنی، میبینی آخوند نشوندن اونجا دارن راجع به جن صحبت میکنن. جن چه مسئله ای از ما حل میکنه؟ برای چی مردم نرن به ماهواره پناه نبرن؟ بلکه برنامه ها به درد نمیخوره. برنامه های نه جنبه علمی داره نه معنوی داره. چه دردی رو شما انواع جن رو مثلا برشمارید، چه چیزی رو از شما؟ یا مثلا یک کسی میخواد خیلی معنوی صحبت کنه، میگه که عربستان سعودی رفته ساختمانی ساخته مشرف بر مکه که امام زمان که ظهور میکنن با تک تیراندازها امام زمان بزنن. یعنی امام زمانی که اومده انگلیس و آمریکا و چین و همه رو سر جاش بنشونه با تک تیرانداز از بین میره. اینم معنویتی که ما مثلا داریم به بچه‌ها. یه آگهی تاثیرگذارم ببینیم از تیویریش که تمام زور خلاقیتش رو زده تا اقتصاد مقاومتی رو اینجوری به خورد بیننده هاش بده. یعنی آخر آگهیه. باشه چشم خانم چشم شدم باشه خوبه؟ چی مخوای از جونم ویلم کو خانم؟ چشم جنسش عالیه، شدنش حرف نداره، تفلونش مرغوبه ها، جنسش مرد نداره. خارجیش هم داره. من خارجیش بهتر نی؟ نه آقا همین خوبه، خیلی هم عالیه. بچه ها خرید ایرانی به خط. اینا آگهی میسازن، تیویریش هم آگهی میسازه. در پایان توجه شما رو به نسخه دیگه از همون ترانه لب کارون معروف جلب میکنیم که با طنزی تلخ حال و روز اهواز و هوای خاک‌آلودش رو اینطوری بیان میکنه.
چه خوب و قشنگ بود لب کارون، چه گل بارون به فریادش نرسیم شده داغون. تو ساحل ها پر از غم ها میخونیم از لب خشکی کارون. هر روز تنگ غروب تو شهر ما چه بوی گندی میاد ز نهر ما. زخمی جنگیم نمیدونم تا کی میشه با قصه و غم زمونه تی. چه خوب و قشنگ بود لب کارون، چه گل بارون میشد وقتی که میشستن دلدارون. والله کو قایق ها که دور از غم ها بخونیم نغمه خوش لب کارون. حالا دیگه وقتی که گرد و خاکا پیدا میشه تو آسمون شهرمون قوقا میشه. دست دست مردمون اهوازی میرن خونه با جارو و خاک اندازی. همگی پریشون همه چشما گریون، گل شور آب و دل تنگ کارون. چه خوب و قشنگ بود لب کارون، چه گل بارون به فریادش نرسیم شده داغون. لب کارون چه گل بارون به فریادش نرسیم شده داغون. چه خوب و قشنگ بود هر شب کارون.